خدمت همه همکاران عزیز و کسایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن. تو این ویدیو و ویدیوهای آینده قرار آموزش نصب، راه اندازی و اینکه این پروژه باتسو اصلا دقیقا چیکار میکنه، چه امکاناتی داره و یه مقایسه خیلی ساده با پنل و ربات‌های دیگه انجام بدیم. شما در واقع با تهیه این پنل هم یک ربات دارین، هم یک پنل کاستوم دارید و دیگه دردسرهایی مثل اینکه ربات با ورژن پنلم نمیخونه، چرا یوزرم داخل پنل نامحدود شده، چرا فلان باگ رو داره رو ندارید، چون همه چی توسط تیم خودمون ساخته شده و دیگه درگیر با دو سه تا توسعه دهنده مختلف نیستید و با قیمت استثنایی که داره این پروژه عملا شما رو از هر پنل ربات دیگه بی‌نیاز میکنه. این پروژه دقیقاً مثل مرزبان و مرزنشین و پنل های نود ساپورت دیگه که شما میتونید تو یک ساب چند تا پنل مختلف، چند تا کشور مختلف و چند تا تایپ کانفیگ مختلف توی سابتون قرار بدید. این پروژه هم دقیقاً مثل همونه، ولی با یه تفاوت خیلی جالبتر برخلاف مرزبان و مرزنشین که پروژه نودشون کاملا کاستوم خودشونه و مثل صنایع حقیقتا راحت تر نیست واسه تنظیم‌های مختلفی که داره. خب بالاخره صنایع چون قدیمی تره، توسعه دهنده‌های دیگه خیلی چیزهای دیگه براش درست کردن و مرزبان و اینا خب طبیعتا خیلی محدودتره. ولی این پروژه دیگه همچین مشکلی نداره، چون که شما به عنوان نودها از پنل صنایع استفاده میکنید. یعنی چی؟ یعنی پنل ما کل قسمت سینک کردن، ذخیره و اطلاعات دیگه‌ای که کاربر داخل پنل ذخیره میشه، مثل حجم باقی موندهش، روز باقی موندهش، کشورش و هزار تا چیز دیگه سمت ما ذخیره میشه، سمت پنل ما. و به معنای واقعی اگر سروری که روشون پنلتون نصب هست رو حتی پاک هم بکنید، هیچ دیتایی از دست نمیدید، هیچ دیتای کاربری از دست نمیدید. نه اینکه بکاپ گرفته باشه، نه، همه چی سمت پنل ما مدیریت میشه و اون نود فقط واسه راحتی شما، واسه ادامه دادن راه توسعه و یه سری امکانات که جلوتر اشاره میکنم از نود پنل صنایع استفاده کردیم. یعنی اینکه شما مثلا میخواین تو یک سابتون چند تا کانفیگ یا چند تا لوکیشن مختلف بدین، تو هر سرور لوکیشناتون یک پنل صنایع نصب میکنید، این باندهای خودتون رو کانفیگ میکنید و تموم. اون این باند رو لیک میکنید به پنل ما و هیچ کار دیگه نیازی نیست انجام بدید. تمامی قسمت های مولتی نودش توسط پنل ما آماده میشه و از اونجایی که این پروژه یک پنل برای یک ربات و یک سیستم ساب همه در کنار همدیگه هست، شما نیاز به خرید ربات دیگه یا استفاده از پنل مرزبان یا هر چیز دیگه ندارید. خیلی راحت میتونید همین کار رو انجام بدین. حتی قسمت پنل همکار و پنل همکاری، چه به صورت ترافیکی چه به صورت بالانسی که به همکارتون میدید، دسته‌بندی‌های مختلف، نوع محصولات مختلف واسه هر همکارتون و فلان نود اگه واسه هر همکاری باشه یا هزار تا امکانات دیگه که جلوتر بهشون اشاره میکنم و توضیح میدم رو تو یک پروژه همه رو با هم همزمان دارید، بدونی که باگ‌های عجیب غریبی مثل پروژه‌های دیگه داشته باشید. خب اول از همه استارت کار رو از اینجا میزنیم که شما نیاز وارد ربات باتستور بشید، یک اشتراک تهیه کنید یا اشتراک تست هم هست، میتونید اول تست بگیرید بعد خرید کنید. خب استارت کار رو با این بات شروع میکنیم. شما یه سرچ ساده میزنید مثل بات بات خود تلگرامه، یه نیو بات میسازین، این اسم باتشه که ما تست میذاریم و یک آدرس برای یوزرنیم در واقع برای باتتون میذاریم، بات اسکور مثلا که با بات هم شروع باید بشه و اینتر میزنیم و ربات ساخته میشه، یک توکن به ما میده و شما خیلی ساده باید اینجا حالا پروژه ما رو سرچ بکنید، استارت بزنید، عضو کانال بشید و خرید اشتراک یا اشتراک تست رو بزنید
پلن مورد نظرتون رو انتخاب کنید. اینجا یک نکته وجود داره، تنها تفاوت پلن ها همشون ماهانه است. یه محدودیت ترد وجود داره که در واقع پردازنده اختصاصی که به شما داده میشه و به میزان کاری که شما به میزان پنلی که دارین و به میزان مشتری که دارین، یوزری که دارین، میتونین پروژه بالاتر انتخاب کنید. حتی اگه شما نزدیک 500 تا یوزر هم داشته باشین، پلن پایه کفاف کار شما رو میکنه. کد تخفیف دارین وارد میکنید یا پرداخت ارزی رو میزنید و مراحلش رو طی میکنید. من موجودی حسابمو شارژ کنم. خب من ربات رو خریدم و حالا تو قسمت مدیریت اشتراک اینجا اضافه میشه و محدد تردی که به شما توضیح دادم، لینک اسکریپت سابسکریپشن هم جلوتر بهش میپردازیم، حداقل شاید تو ویدیوهای آینده که دقیقا چیکار میکنه. خیلی ساده تغییر توکن ربات رو میزنیم، توکنی که از اینجا گرفتیم رو کپی میکنیم و اینجا پیست میکنیم. توکن ربات ست میشه، دوباره وارد مدیریت اشتراک میشیم. آدرس ست کردن آدرس ولت هم جلوتر بهش میپردازیم. تمدید اشتراک هم که خب طبیعتا مشخص. گزینه بعدی که شما باید انجام بدین، وارد پنل مدیریت خودتون بشید که این دکمه رو بزنید، وارد همچین صفحه‌ای میشید. شناسه کاربری خودتون رو باید وارد کنید اینجا که در واقع شناسه کاربری همون آیدی حساب کاربری خودتونه. اینجا وارد میکنید، باتتون رو اینجا انتخاب میکنید، یک کد براتون میاد توسط خود بات، کلیک میکنید کپی میشه و تایید کد رو میزنید که وارد پنل داشبوردتون بشید. یه سری مشخصات اینجا هست، محدود تردتون، باتتون خاموش هست یا نه و چیزهای دیگه. خب اینجا یه تنظیمات کلی ربات رو من به شما توضیح بدم و یه سری امکانات رو به شما نشون بدم که تو ویدیوهای آینده نصب و راه اندازی تک تک موضوعات ربات رو بهتون توضیح بدم. یک قسمت پنل ها داریم که اینجا شما خیلی راحت میتونید آدرس پنل صنایعتون، پورتتون، مسیر وب یا همون وب پستون، یوزرنیم و پسوردتون رو بذارید و پنل رو اضافه کنید. یک قسمت نود داریم که انتخاب نود هم اینجا بهتون میگم نوع نود چیه. یه دونه کشورهای مختلف اینجا میتونید نوع کشورتون رو انتخاب کنید، مثلا مولتی سرور. 100 تا اکانت تو این نود مثلا میشه. اگه فعالش کنید این نود برای ساختن تست اکانت رباتتون فقط استفاده میشه و انتخاب ورودی رو میزنید. اینجا پنلی که اضافه کردین انتخاب میکنید، این باند آیدی پنل اون این باندی که ساختید رو اضافه میکنید. گزینه ترافیک بی‌نهایت که یعنی کاربر از این کانفیگ اگر استفاده بکنه ترافیکش حساب نمیشه. مثلا اگر خواستید تانل بدین و مستقیما نامحدود باشن ولی تانل ها حجمی، از این گزینه میتونید استفاده کنید که ما خاموشش میکنیم و اسمی که توی کانفیگتون میخواد نمایش داده بشه و این کد کانفیگ که جلوتر بازم میپردازیم چیه. اینجا هم شما میتونید کانفیگ اضافه کنین ولی تو همون این باند مثلا قرار به همون این باندتون یوزر اد بشه ولی آدرس کانفیگتون فرق میکنه. مثلا دو تا ایران گرفتین تانل زدیم با دو تا دامین مختلف. و افزودن ورودی جدید هم که یک اینباند و یک پنل جدید رو دوباره شما میتونید کانفیگ کنید. قسمت محصولات هم که خیلی چیزهای مختلفی هست و تو قسمت نود اینجا یه دونه انتخاب نود اگه داشتین اگه دقت کرده باشید، اینجا قسمت دسته‌بندی شما نوع دسته‌بندی رو انتخاب میکنید، اسمش رو مینویسید. مثلا تانل مینویسم اینجا، اینا مثلا مینویسم تانل، توضیحاتش هم مثلا یک کلمه صرفا مینویسم. گروه های دسترسی در واقع میخواد این دسته‌بندی به کدوم گروه هایی که توی ربات هستن نمایش داده بشه. ما میذاریم همه گروه ها. جلوتر بازم میگم این موضوع چیه و اولویت هم که نمایش به سمت بالاتر باشه. اگر مثلا اینو دو بذارین یه دسته‌بندی جدید بذارین یک، اونی که یک رو میاد بالاتر نمایش میده. حالا تو ربات هم میتونم بهتون توضیح بدم. اینجا وقتی اینو اضافه بکنید تو قسمت نود، این اضافه میشه و در واقع این نود رو میتونید انتخاب کنید که برای کدوم دسته‌بندی باشه. محصولات اضافی هم که طبیعتا مشخصه، افزودن کاربر که چند کاربره باشه کانفیگتون، قیمتش رو دوباره بازم گروه دسترسی و اولویت و اینا چیز ساده ایه. ترافیک، حجم ترافیک اضافتون و دوباره نوع چیزش و نوع محصولتون و گروه های دسترسی و اسمش رو و زمان که یک نکته داره اینجا محدود آی پی وجود داره. مثلا افزایش زمان حالا خیلی استفادهش نمیکنن ولی خب در کل اگر قرار باشه کانفیگاتون بتونن وقتی تموم میخواد بشه کانفیگ مشتری بتونه
تایمش رو اضافه بکنه، اگر چند کاربر میفروشین خب اون قیمت تایم برای هر کاربر متفاوته. یک کاربر مثلا 40000 تومانه، دو کاربر 80000 تومان و این برای اونه که اگر بدون کاربر میفروشین بس صفر وارد کنید، چه تو این چه تو قسمت محصولات. شما اگه میخوام بدون کاربر وارد بکنین بس صفر وارد کنین، وگرنه یک کاربر یا دو کاربر یا هر چیزی قیمتش. نامحدود میخوان -1 وارد میکنین، نامحدود زمان هم که خب طبیعتا -1 یا به روز وارد میکنین که به گیگ. نوع محصول بازم مشخصه، گروه دسترسی و اولویت و همون چیزای دیگه. اینجا واسه سرچ کردنتونه که وقتی میخواین زیاد میشه دسته‌بندیتون بتونید بین گروهای دسترسیتون فقط واسه اونها رو نمایش بدین، صرفا جهت نمایش، چیز خاصی نیست. قسمت کد تخفیف هم خیلی جالبه. کدتون نوعش به صورت درصدی یا مبلغ سابق باشه و من مبلغ بود مبلغ، درصد بود درصد و حداکثر استفاده که چند نفر میتونن از چند بار از این کد تخفیف میشه استفاده کرد. و گروهای دسترسی چیز جالب ماجراه که شما میتونید اینجا گروهای مختلف اضافه کنین. هر کدوم از یوزرهایی که داخل رباتتون هستن گروهای مختلف باشن و به اصطلاح کیوردشون متفاوت باشه، دکمه هایی که توی رباتتون تعیین میکنی متفاوت باشه، قسمت منیجش متفاوت باشه واسه مدت سرویس، مثلا تغییر سرور و افزایش کاربر رو. و حتی میتونید متن اینها رو هم حتی تغییر بدین، خیلی ساده. و اسم گروه و یه سری دسترسی از پیش تعریف شده که اینا هر کدوم چیکار میکنن جلوتر بازم به اینا میپردازیم. یا گروه یوزر خودتون رو تغییر بدین، دکمه اضافه کنید یا کم کنید. خب تو قسمت پیام ها یک سری پیام های ثابت که تو ربات مثل پیام خوشامدگویی، رسید، اطلاعات کاربر، جزئیات اکانت به اضافه پلیس هولدراتون و یه سری پلیس هولدرهای ثابت دیگه که همه جا میتونید استفاده کنید وجود داره که میتونید رباتتون کانفیگ کنید. تو قسمت تنظیمات هم که خب خیلی ساده است. وضعیت آنلاین بودن رباتتون میتونید اینجا روشن بکنید. اکانتاتون که تموم شدن بعد از چند روز حذف بشن، کاملا فارسیه، کاملا مشخصه، نیاز به چیز عجیب غریبی نداره. پرداخت با ارز دیجیتال با درگاه کاستوم خودمون که نیاز نباشه از به اصطلاح سایت‌های مثل ناو پیمنت درگاه بگیرید. کارت به کارت هم که خب طبیعیه. قسمت دعوت دوستانم با درصد وقتی هر کسی خرید بکنه به اون کسی که دعوتش کرده مثلا 2% پاداش بده یا بیشتر. و چیزهای دیگه مثل IP اشتراک و که برای نصب سیستم سابسکریپشن اینو نیاز دارین، بازم توضیح میدم. و آیدی عددی شناسه کانال لاگتون که هر اتفاقی تو رباتتون میفته، کسی استارت میزنه، ترافیک میخره، اکانت میسازه، تمدید میکنه، اونجا لاگ بشه. این اطلاعات اشتراک هم تو قسمت سابسکریپشن بهتون توضیح میدم. و همین، خیلی ساده، شما بدون هیچ کار خاصی، هنوز هیچی هم تازه تنظیم نکردیم، شما میتونین ربات خودتون رو الان استارت بزنین و رباتتون بالا میاد. خیلی ساده، همه دستی‌ها اضافه میشه و از اونجایی که من دیفالت اونر هستم این شکلی بالا میاد. اکانت مشتری فرق میکنه و شما میتونید اینجا تو گروه دستی طبیعتا تنظیمش کنید چه شکلی باشه. یک نکته رو من دارم توی ادیت اضافه میکنم، شاید حالا حتی متوجه نشده باشین که خب این ربات با ربات‌های دیگه چه فرق میکنه. بعد اصلا اسم پنل مگه شما نیاوردین؟ چرا باز به پنل میخواد وصل بشه تو این بخش؟ به پنل صنایع میخواد وصل بشه. توی ویدیو بعدی که قراره به اصطلاح قسمت نود و پنل رو توضیح بدیم که چی جوری کار میکنه، حتما اون ویدیو رو ببینید، چون که اونجا تازه متوجه میشین که این پنلی که در واقع بهش وصل میکنید خیلی داستانش با ربات‌های دیگه فرق میکنه و اصلا پنل نیست، یک نود حساب میشه. خب این از ویدیو اول. خیلی ساده و سریع خواستم توضیح بدم که دقیقاً ربات چیکار میکنه. ببخشید اگه ویدیو ذره طولانی شد. توی ویدیوهای آینده قرار بخش به بخش از امکانات ربات رو توضیح بدم که دقیقاً چیکار میکنه و نصب راه اندازیش چجوریه. موفق باشید.